مقامات ترکمنستان از بودجه این کشور برای ساختن مرکز نوی ولایت اخل شهر ارکدک که به شرف پرزیدنت قبلی و رئیس کنونی مصلحتی خلقی پالاتای بالایی پارلمان قربانگلی بردومامدوف چنان نامگذاری شده است قریب 5 میلیارد دلار خرج خواهند کرد. شبکه فرانسوی فرانس 24 از قبل رئیس کمیته دولتی ساختمان ترکمنستان دیارگلدی اورازوف خبر داد که برای مرحله اول ساختمان شهر ارکدک 3 میلیارد دلار صرف می شود و برای دوره دومش باز تقریبا 1.5 میلیارد، ولی حجم انیق بعد اعلان تندر برای مرحله دوم معلوم خواهد شد. گفته است این منصبدار ترکمن نشریه خرونیک ترکمنستان که در خارج نشر می شود حساب کرده است که مقامات ترکمنستان تنها برای خریداری مسئله ساختمانی از خارج 2 میلیارد و 760 میلیون دلار خرج کردند. ساختمان مرکز نوی ولایت اخل ماه اپریل سال 2019 آغاز یافت. ماه دکمبر سال 2022 مجلس پالاتای پایانی پارلمان ترکمنستان با در نظر داشت خواهش‌های ساکنان ولایت اخل و دیگر ولایت‌های جمهوری و همچنین با پیشنهاد سازمان‌های جمعیتی قرار کرد که این شهر به شرف پرزیدنت قبلی ارکدک نامگذاری شود. قربانگلی بردیمامدوف که 65 سال دارد از سال 2007 تا 2022 طی 15 سال رئیس جمهور ترکمنستان. این جمهوری سرشار از منابع نفت و گاز سابق شوروی آسیای مرکزی با بیش از 6 میلیون اهالی بود. در اول سال 2022 او به صورت ناگهانی با اظهار اینکه خسته شده است و باید به جوانان راه گشاد کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد و خود به کرسی رئیس پالاتای بالای پارلمان نشست. ولی ناظران امور میگویند سردار بردیمامدوف تنها به نام پرزیدنت است و در اصل کشور را همچنان خود بردیمامدوف کلانی رهبری میکند.